بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه. و صلی الله علی سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفى محمد. المكرمين سيما وليكون في الأرزين روحي وأرواح وأولادنا لتراب مقدم الفداء بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ إلى الله. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. 16 روز 16 ماه رمضان، 15 روز از ماه مبارک رمضان گذشت، نیمه گذشت و نیمه دوم وارد شد. خب من قیاس نفس میکنم، از خودم سوال میکنم چه کردیم؟ آیا توانستیم در این 15 روزی که از این ماه پرفضیلت گذشت بهره‌های معنوی ببریم؟ خب فرمودند شیاطین در بند و گل هستند، اما ما با نفس خودمون که اصلی ترین دشمن ماست و 24 ساعته هم علیه ما فعالیت میکنه و ما رو فرمان به بدی میکنه، امارتان به سود چه کردیم؟ برادرم من، خواهرم من، عزیزم من، از آیات قرآن، روایات اهل بیت این برداشت رو میشود کرد که تا ما نفس خودمون رو اصلاح نکنیم، هر کاری بکنیم اون نتیجه قطعی نخواهیم رسید. چرا؟ چون نفس دشمنی است که برای از بین بردن سرمایه وجودی ما از هیچ اقدامی فروگذاری نمی‌کنه. به تعبیر مرحوم آیت‌الله حق‌شناس رضوان الله تعالی علیه می‌فرمودند که شما انبارتون سوراخه و هر چی در این بریزی از اون رو بگیرید، نفسی کنید. چه کردیم واقعا؟ در این چند روز چه کردیم؟ در این چند روز باقی مانده چه خواهیم کرد؟ فکر کنیم مقداری این چند روز رو که بر ما گذشت فکر کنیم و این چند روزی که بر ما خواهد گذشت رو هم برنامه‌ریزی کنیم، مراقبت بکنیم، از خودمون مراقبت بکنیم، با خودمون فکر بکنیم، جدیت به خرج بدیم. نذاریم خلاصه این روزها و این شبها بگذره. روز به گرماست، خستگی، شبم که بعد از افطار فیلم بریم و فیلم بریم. حداقل این چند روز بسیار مهم شبها و لیالی قدر رو باید قدر بدیم. خب به ما دستور دادن، این دستور اساسی است که در معارف ما هستش که راه میانبار هم برونم، راه میانبار و محبت اهل بیت اسم طهارت صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. دیروز ولادت دردانه فاطمه زهرا امام حسین مجتبی بود سلام الله علیه، کریم اهل بیت. میشود ما در خانه کریم اهل بیت برویم و ما دست خالی برگردیم؟ امکان نداره. دست گدایی ببریم به محضر آقای امام حسن مجتبی، از ایشون بخواهیم که دست ما رو بگیرن، از ایشون بخواهیم که ایشون به ما کمک کنه که ما بتوانیم با نفس خودمون مبارزه بکنیم، جهاد اکبر داشته باشیم، ایشون دست ما رو نگیره. امکان نداره. برویم در خانه اهل بیت اسم طهارت، برویم در خانه امام حسن مجتبی، برویم در این خانه رو بس بشیم، در این خانه رو بزنیم، عرض کنیم که عبیده که به فنائک، اسیر رو کرده بابک، مسکین رو کرده بابک، عرض
کنیم، زاویه بزنیم، زجه بزنیم، ازشون بخیم ما رو بکنیم. خب برادران خانم عزیز توجه دارید که ما در هفته اخیر شب‌های قدر داریم. امام صادق صلوات الله و سلام علیه می‌فرمایند که قلب و شهر رمضان لیلة القدر، شب‌های قدر قلب ماه رمضان. یعنی چی؟ قلب بودن یعنی چی؟ یعنی که امور سال آینده ما در این شب‌ها به قطعیت برسه. شب 19 ماه رمضان، شب 21 ماه رمضان و به ویژه شب 23 ماه رمضان که هرچه که بر ما در سال آینده از مرگ و زندگی، از روزی و غیر روزی بر ما خواهد بود به امضای وجود اقدس آقا ولی الله اعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهد رسید. شبی است که گناهان ما اگر حواسمون جمع باشه تمام گناهان ما موزیده خواهد شد. شبی است که ما متصل میشیم به سیر عنایت ولایت. شبی است که ما قلبمون پر میشه از محبت خدا. و ما باید این سه شب رو قدر بدانیم، احیا بگیریم، شب زنده‌داری داشته باشیم، برنامه دعا داشته باشیم، برنامه مناجات داشته باشیم. به فضل الهی در به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی یا مساجد ما فعالا برای این شب‌ها ما باید قدر بدانیم و استفاده بکنیم. حواسمون باشه، مراقبت بکنیم. برادران من، خواهران من، این اول به خودم عرض می‌کنم نکنه که خدا نکرده این یک هفته‌ای که ما در پیش داریم به ویژه شب 19 و شب 21 و شب 22 رو به بطالت بگذاریم که پشیمونیش به ما خواهد. مراقبت کنیم، مبارزه با نفس بکنیم، با نفس خودمون مبارزه بکنیم، این نفس خودمون رو سر جاش بشونیم، در این شب‌ها از خدا بخوایم که به ما کمک کنه. آنانی که دانای اسرار الهی هم به ما گفتن که این شب‌ها رو قدر ببینیم، به ما دستور دادن که این شب‌ها رو مراقبت کنیم. پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله شده به ویژه در شب 23 ماه رمضان وارد شده، مکرر در مکرر می‌فرمایند اللهم انت عفو تحب العفو فاعف عنی. خدای تو بخشنده‌ای، بخشش رو هم دوست داری، یعنی کریمانه و محبت آمیز ما رو می‌بخشی. واعف عنی، از ما ببخش، ما رو بیامرز، از ما درگذشت. این دعای پیامبر اعظم. دعای من شما بدی باشه. خیلی هم خوبه، خیلی هم جالبه که ما در این سه شب پناه میبریم به زیر عنایت آقا امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه. حب علی مشکلات همه عالم رو حل میکنه. این روایت رو بذارید از پیامبر اکرم برای شما بخونم. می‌فرماید که من احب علیاً قبل الله تعالی صلاته و صامه و استجاب دعاه. کسی که حب علی در قلبش باشه خداوند نماز و روزش رو میپذیرد، دعاش رو هم مستجاب می‌کنه. اللهم من احب علیا اعطاه الله بكل عرق فی بدنه مدینة فی الجنة. آگاه باشید هر کس علی رو دوست داشته باشه به تعداد عرق‌هایی که در بدنش هست خداوند شهری در بهشت بهش میده. و جالب اینه ما می‌بینیم ما علی رو دوست داریم. عشق ما و امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه. نام امیرالمومنین قلب ما رو به لرزه دهید. اسم آقا امیرالمومنین ما رو شاداب میکنه. چه خوبه که این شبها متوسل با آقا امیرالمومنین به شکل کوفه در خونه آقا امیرالمومنین بست بشیم. از ایشون میخوام که مشکلات ما حل کنیم، از ایشون استغاثه بکنیم که دست ما رو بگیریم. اون شخص گناهکار
که باید امیر مومنان رجمش میکرد، از که دعای امیر مومنان اجازه میدیم من 2 رکعت نماز بخونم قبل از اجرای حکم حضرتم بخونم. بعد از انتهای نماز در سجده گفتش که خدایا من آمدم پیش ولی تو که بر من حکم جاری کنه که بعدا در قیامت گرفتار نباشم. امیر مومنان به سجده و گفت خدایا به حق من از این بنده درگذشت و بلند شد گفت برو خداتون بخشید برو. در خونه آقا امیر مومنان بریم حتما دست ما رو خواهم گرفت. در این روزهای گرم که روزه میگیریم به تعداد عرق‌هایی که نایل کرد خداوند شهری در و شهرهایی در بهشت ما انشاءالله عطا خواهد کرد، فقط به شرطی که تقوا رو رعایت کنیم و با نفس خودمون مبارزه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.